مأموریت دانشگاه ملی تاجیکستان 30 آموزگار این مکتب عالی را که مشکل بیخانگی میکشیدند با خانه‌های خدمتی تامین کرده است. کلیدهای خانه‌های نو را بین آموزگاران و اهل عائله آنها روز 9 ایون سال 2022 در یک مراسم ویژه تقدیم کردند. گفته می شود بعد یک سال پیش به خوابگاه نو در شهرک دانشجویان کوچاندن دانشجویان از خوابگاه‌های رقم 1 دانشگاه ملی تاجیکستان که در کوچه نخیموف در محله گپرزیم نویه سینای شهر دوشنبه جایگیر شده است، مأموریت دانشگاه تصمیم گرفت که بنای خوابگاه قلبی را بازسازی کرده به خانه‌های استقامتی تبدیل گردد. بختیار قطب‌الدین استاد دانشگاه ملی می نویسد چند ماه پیشتر خبر انتشار نموده بودیم که با ابتکار رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان 25 نفر معلمان دانشگاه ملی صاحب خانه می شوند. اکنون می گوییم که 25 نه 30 نفر معلم دانشگاه روز 9 ایون سال 2022 صاحب منزل نو شدند. در مجموع 39 نفر کارمندان دانشگاه کلید خانه ها را به دست گرفتند. باید گفت که در این بنا 30 خانه دو حجرگی می باشند. آموزگاران نیازمندی که سالیان طولانی در اینجا می زیستند امروز کلید خانه های خود را صاحب گردیدند. رکتور قابلجان خوشبخت‌زاده به وعده خود وفا کرده از عهده کار برآمده توانست. سابق بنای خوابگاه را با همه حسن و آرایش امروز خوابگاه گفتن دشوار است. بنا به گزارش بختیار قطب‌الدین در سابق خوابگاه رقم 1 دانشگاه در کوچه نخیموف شروع از تاخانه تا همه آشانه‌های بنا از نوسازی گردیدند. این خانه‌ها یک حجرگی و دو حجرگی وسیع بوده با شرایط همه جانبه تأمین می باشند. می نویسد بختیار قطب‌الدین.